خب حالا الان خب برو خدا لعنتت کنه. دستت یک دونی وجب فاصله بده. بعدش 100 وجب شد. دستت اینجا. دستش بزرگ. خب حالا آرنجتو خم کن، زانوتو خم کن، ببین به پشت پات، بعدن تو بده جلو. بده جلو سبوکی بگیر. آفرین نگه. آفرین. شکم صفر بکشش بالا. باریکلا. همین اسمش کلاقی آخرش صدا کلاقی رو در میاد. صدای چی بودی؟ صدای پرنده بود. سر صداش اینجوری. خب سمت رو بکن. پاتو با سمت بیا بالا. قدم بزن با پا بیا بالا که پات سبک شه. زانو صاف. حالا آروم سعی کن خودتو صاف کنی. خودتو جمع کن. کمرتو صاف کن، همین کمرت قوز داره. هیچ میدونی من چند ساله بود؟ بچگی هم بودم. الان مرا صاف نمیشه بقارم. بایستا استاد جان ببر. پامونو باز. هیچ خم بیا دستتو بده با همه این بالا. نه این بالا. بزنم چیش نمیگی. خب قدم بزن. بیا جلو. شکم تو صفر کن، سعی کن خود سبک شه. حالا از زور دست. نه به خدا این نگاه کن این تو سر. اینجا معونه. قدم بزن. آها. خب آفرین. حالا شورت برنده داری که من اینجا میسم خودتو میکشم. برقم در اومد. چرا سخته. شکم کوتاه. حالا میتونی وایسی من برم بیرون عکس ازت بگیرم؟ میتونی وایسی؟ ولم کنی بیرین اما. یعنی یه نفرم اسلامشه. من میگیرم. با 1 2 3 وایسا. بگیر ازش عکسشو. یه کنار خب. چقدر دیگه بیام کنار خب. قیمتم در اومد. آفرین. حالا پاتو باز کن. آفرین. یه نفرم یعنی اینجا اچلاشه یه نفره به قرآن. قلبم گره. یه سیگار روشن کن. حالا بریم 180. عشقم من فقط تا 125 بیشتر نخوندم. دوتا فقط تو چادر از اون شهر و کردیه رو با اینم مقایسه کنم. من نمیتونم جذبت بشم. ببین بچه‌ها بلیط گرفتن. اونا چند دیر اومدن چند شد. اون موقع اینجا نمیذاره استاد داره حواسمو پرت میکنه. واسه من کوچیکی شما گردنتون درد نگرفت؟ خب بیای بیرون. 2 تا شده. اینطوری. آره 2 تا. آورد. نه رفیقش هم آورد. کلاشون احساس میکنم دارم تخمه پیش گردن. بیاید بلیط نداره رایگانه، بیاید نگاه کنید. بزنمش؟ آره اگه میشه. امو فراموشم. پایتو بکش جلو. سعی کن سرتو بیاری. آها تو انعطافتم خوبه که. به خدا فردا بواسیر تق دارم اینجوری میشکنه. تق میشکنه چی بده؟ جر خودم. یه دور تو بکش خواهی گرشه. آها. حمیده باید با برانکار یه دور ببریم. نفر تو آروم بکش. دوباره. چطور تو سر این؟ آزو خم نکن. تلاش. ببین. نفس بکش باز. ها اینجوری نکن. من تا الان خیلی نفس کشیدم باز خودم خدا دارم حواست باز باشه. حمید اختیارش هم نداره، دفعه ازش در میره. یا اینجا راست میگه من شاید. با شهر جین آخه کی میاد بره یوگا بره آخه. بعد واسه همین تمام نمیشه بزنه 5 دقیقه زداش میشه. برو. تا بکش. بیا پایین دیگه. این جان پامو بگیر بیا پایین. الان بیشتر میتونم بیام. حالا این بری بخوام. یعنی قانون یوگا رو رید توش. ایش میکن فکر نمیکنم منه. آره خداییش. خدا وکیلی نه. فقه و فجور باز. بیا بخواب دیگه.
برو گرفت برو نه گرفت فکر فردات هم بکن. باشگاه بله. همین دیگه از اون حالت نمیشه در بیاد. این همینجوری ورزش. میاد خونه. آره برو یه جا که بزنم مسخره از نکنم این کارا رو بکن. همینش میگم. بریم آقا همین باشگاه پسرونه اینجوری نیست. مثلا تو یه حرکت جدید داری میزنی خود بدنسازی با دنبل همه مسخرهت میکنه. یه نگاه کن. برو والتر تو بزن. فکر کن من رفتم جلوی این پامو عدس بیا پس اینو بریم. نه این گرفت حرکات آروم بهش بده لیلا. آره من کلا فکر کنم بخواب ششاش بیشتر کششی کار کرده تو بعد نه خیلی تو دیگه شنا میزنی. خب چیکار کنم اینجوری من دیگه نمیتونم رفتم دیگه طاقتشو ندارم. یکی از گروه لفت داد رفت. بالا اینجوری وایسا فعلا. خیلی توقع زیاده از همین دو آره خدا. خب میگه اونجوری نمیتونم. اینجوری هم نمیتونی. خیلی پیشرفته رفتی لیلا، خیلی پیشرفته رفتی. ببین قشنگ شنیدم ببین کشه تق 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 میتونی و اینا که یه پاس ببین یاتاقان ثابت و متحرک این پا بکار به شلوارش هم خوب نیست برای این کار. شلوارکش سفت نیست. نمیخوام سعید اومده دید بزنه اینجوری که تک پا دیگه خم. کدومه؟ یه پاس اینجوری خم کن. آره تو. آها اینم بده. حالا بخواب این بری. کمتر حالا شب بخواب. احتمالا با یک کمپ دیگه برگشته. تو همون یکی رو بردا. لیلا بهش قورباغه بده بزنه. کی گفت اینو؟ 2 دقیقه دیگه بهت وزق میدم خیلی میزنه مثبت 18 اینجا مشتری من دارم جذب می‌کنم همون مثبت 18 بزن خب بکش بالا. این موزیک بذاری. بکش بالا بکش بالا. بکش بین دو دست جلو بذاری زمین. شما یکی پا. قرینه رفت. یه بار این پا رفت یه بار اون پا. این شنل میشه یه جایی. این پام جدی درد می‌کنه خب باشه. این الان خب اونو که رفت میگه یه پاتو مگه نه همین پاتو نه اونو آن الان با کی باشه. همین یه دونه فیس شنل رو بگیر. آب ببینم منو ببین الان این قورباغه بود. نه قورباغه خیلی مسافر. این بچه بود هنوز نشده. قورباغه نشده. تو نرو قورباغه بگم برم. برگرد یه قورباغه هم برو که خیلی دیر میشه. کو قورباغه چیه اول تو باید بری من یاد نمی‌تونم من این بری بعد نه خب نه هر طرف دوست داری برو نه نمیشه. بابا اهمیت نداره به من قرآن. قورباغه دیدم به قورباغه زدم برو خب پس بیا با هم بریم. همین قورباغه شد دیگه الان دنبال آرامشه. آرامشم رو زدم دنبال عشق آدم جامو میفروشم سعید. من دنبال حمیدم. جات مال خودت نگاه کن. دستت بذار اینجا. آسمان اینجاست. سرشو بده پایین. آی خدا. بالا. سرچو چجوری میده؟ عنکبوتی هم براتون برم اون بعد دست قلاب کنی. افروش برد. چه مرتب شد آخرش. سعید چند ترمیه رو بردیم. شکم سه. خب دستت آزاد کن. این بر به هم قلاب کن. ببین میره. دستبند کسی نداره بزنیم به هم. آها اینجوری. نفس بکش. و این بعد برسه زمین. نفسش حبس کرد الان خفه میشه. قورباغه کوچولو بودی خب حالا بریم 180. اوجش گیرو بردیم خوبه که بگی کششی. خواهرم داره میاد خب دیگه پاتو بذار جلو ببینم چقدر پات. وقتی داوطلب شدی رفتی تا آخرش برو همین کم نیا. من خواستم دید بزنم از دو طرف برم. پاتو باز کن. واقعا فکر کردم من شاگردشم الان مثلا باید 180 بزنم میزنی. الان میزنی داری میزنی دیگه. همچون میگم 140. یاد بگه بدنم درد کنه. 4 انگشت. نزنی مارمولک باید بزنی 165. اینا هم میگن تو سوراخ میکنم نفاله رو بیا. نگاه کن 4 وجب. همون 4 وجب شلوارش نه لیل شلوارش جینه اذیت میشه. خودش تو بعد التفات خیلی خوبه به عنوان یه پسر. من ژیمناستیک می‌کردم بچه همون تو سیده. حالا بریم یکی پاتو. حرکت بچه گربه رو که حرکت رو عوض کن. همونجوری بوده. دیگه نمیتونه عوض کن. دیگه نمیتونه
حالا سعی کن بازش کنی دوباره. اینجوری سر بده. نه این تعطیل شده. این پا تعطیله. این با جان باز. شاگرد جدید اومد. وسط گرفت تعطیل. حرکتی که بتونی بزنی. چه حرکت؟ عشقم تو همینجوری فکر کن. تو فقط فکر کن. من اصلا احساس می‌کنم تو اتاق فکر رو برم. افکارتو دوست دارم. تو آخر کلاس بعد وایسته اون گوشت کارت دارم وایستا. بعد از کلاس وایستا نریا. با ولش ولش کن بستشه دیگه. تعادلی یه پاتو بیار بالا از این بعد. دستت هم بکش می‌خوای بالا. اینجوری 180 واسه تو شبیه انگلیسیشه. خیلی آسونه. نه این تی اینجوری. این هم این پروانه تو کدوم میشه. الفباه؟ نه که بعد دست باز میشه دیگه. آفرین. همون پروانه بچه بودیم بیا. میرفتی که ژیمناستیک. اینجوری. این وای بیشتر تا تیا. کی اینه؟ وای. نه اون تو ژیمناستیک اونجوری. یه پا بدن تو اینجوری. اینو میکشی خوب. اینجوری. اوس. بعد دستو بکش کنار گوشت که سرتو کشتی کنار. الان بیشتر حالت آمفی‌تئاتر چرا فقط این دو نفر آمفی‌تئاتر اینجا فقط. تشکیل دادن لیلا از طرف دخترها حمید از طرف پسرها. آفرین. خیلی خوب داری میگی بده پایین. این بروش کار کرد رو حمیدا این جزو دست خودم نیست. کش نشده هاست همین بعدش وقتی که رفتیم چی میخوایم تبدیلش کنیم. اینو که رفتیم میذاریم زمین. چرا نرفتی؟ یه پار این پایین برو جایم. حالا بچرخ سمت بچه‌ها. آها دست زمین. بمون. باریکلا. خیلی خوبه. نه الان شبیه اس شدی الان. دستمال داری؟ برای بچه‌ها چند تا بگیریم سره. برو یه دو تا حرکت هم علی تو برو بزن. بابا صبحونم نخورده آقا ببین علی. آره این کثافت آخه این کار است وایساده آقا اونجا. یار پسرمون رو عوض می‌کنیم. اگه میتونی با این 180 کششی من نمیزنم. حالا برو. جهشی بزن تو. من انصافم. قدرت خب تو پسری از گله دادی. آفرین دست بزنیم برای همین تصویب